گلاب سحرگاهی تمنای من هستی، شادی دل و خنده شبهای من هستی. خوش روی ترین جایی تماشا، خوش روی ترین جایی تماشا، خوش روی ترین جایی تماشای من هستی. روشنگری دودی دهی، روشنگری دودی دهی، روشنگری دودی دهی بینای من هستی. گلاب سحرگاهی تمنای من هستی، شادی دل و خنده شبهای من هستی. خوش روی ترین جای تماشا، خوش روی ترین جای تماشا، خوش روی ترین جای تماشای من هستی. روشنگری دودی دهی، روشنگری دودی دهی، روشنگری دودی دهی بینای من هستی. گلابی من، 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 گلابی من. در چمنت لانه گرفته، آغوش مرا عالمی افسانه گرفته. شب بازی سخن از کف تو دانه گرفته، شب بازی سخن از کف تو دانه گرفته. آواز منو میبری بالای من هستی. گلابی من، 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 گلابی من. باشد زی تو مهری که مرا در دل جان است، ماننده خورشید سحر نور فشان است. رخشنده رهی عمری من است، پرتوی آن است. رخشنده رهی عمری من است، پرتوی آن است. امروز خوش و جلوه فردای من هستی. گلابی من، 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 گلابی من. گلابی من، دل و خنده ای شب‌های من هستی. خوش روی ترین جایی تماشای من هستی. روشنگری دودی دهی بینای من هستی. گلابی من، گلابی من. Я желаю в этот день всем без печали и проблем, чтобы у жителей Кулаба счастливая жизнь всегда была. Пускай сады растут и фрукты овощи растут, плоды пускай вам земля и колосятся пусть поля. You are my beloved Kulab, you are my beloved city. I am in love with your beauty, I am also in love with your narrow streets. Харкаки,
وطن از نظرم صدقه کن تا چکر صدقه گلاب شود شعری خلقی کنه پام شود روی زمین صدقه شعر و سخن صدقه گلاب شود ای وطن هر نفس که زیر هوایت بکشم صدقه نامی وطن صدقه گلاب شود کوه دشت و دمن از فصل بهاران چه خوش است صدقه نامی وطن صدقه گلاب شود صدقه نامی وطن صدقه گلاب السلام ای مردم با ننگ و آر این دیار السلام ای نور استقلال و فیض بشمار با صداقت بر سخن بهر وطن برخاستیم السلام ای هم نوای و هم فضای و هم دیار درود و شاد باشی ها نثارتان باد ای مردم زحمتکش شهر کلاب اولادان شاهین نامدار و واسه قهرمان چه خوش است که در عرفه جشن استقلال وطن باز به دیداری هم میرسیم دوستان عزیز مهمانان محترم قدوم مبارک شما را به ناحیه آوازدار سامانی و به این گلباغ عینی علامه سخن خیر مقدم میگوییم تمنای آن را داریم که امروز در این گلباغ زیبا همچون یکی از دوستان نزدیک با همدیگر صحبت می نماییم و صنعت و فرهنگ و هنرهای مردمی شهر کلاب از نزدیک شناس خواهیم شد خوش آمدید نور دیده تاج سر امروز در مؤسسه دولتی باغ فرهنگی فراغتی به نام صدرالدین عینی هیئت کلاب روز فرهنگی شهر کلاب برگزار گردیده ایستاده است و این زمان شما تماشاگران عزیز از نمایش کشاورزی و هنرهای مردمی شهر کلاب هنرمندان شهر کلاب دیدن نموده ایستاده و در قسمت بگاه همین روز با اشتراک هنرمندان و سرایندگان و نوازندگان معروف صنعتکاران معروف شهر کلاب در امفی‌تئاتر باغی به نام صدرالدین عینی چهاربینی بزرگ فرهنگی دایر می‌گردد و باوری داریم که این نمایش‌های ما و این چهاربینی‌های ما به ساکنان پایتخت عزیزمان و دیگر مهمانانی که در پایتخت کشورمان به سیر و سیاحت تاجیکستان آمده‌اند پسند می‌آید. باید میکنم پرورده خود این روز همین صد وقتش برای کاشون تا اقبال آبشون برکت ابراهیم خود در کس میکاش و در تن جان و در فرزنداشون در خاندانشون در این روز در شهرها نشون شده پروردگار دائم در تاجیکستان صلح و امانی و اینجا امانی باشه Sarkaroshane
ایمان و عمل و تندرستی، علم و عمل و فراغدستی.
در شهر دوشنبه در پایتخت جمهوری نمایندگان محل‌های گوناگون تاجیکستان جمع می‌آیند. این نشانه و این هوای بسیار عالی وحدت است، یگانگی است. و امروز ما می‌بینیم که هم زندگی مردم در قطعه‌های علاهیده تاجیکستان چگونه است و چگونه اینا مردم دیگر با توجه و مخصوصاً مردم آن نفرانی که از خارج کشور به اینجا آمدن به حیث سیاح و حیث عموماً مهمانان خارجی در این چهاربینی شرکت دارند و بسیار با توجه می‌نگرند و یک بار دیگر این بازگو میکند از قناعت بزرگی معنوی ما، فرهنگی ما را در عرصه هم داخل و در هم خارج باز یک بار دیگر معرفی میکند و بسیار خوب است که نماینده های منطقه های گوناگون تاجیکستان سری هر چند در پایتخت تشریف می آورند و هنرهای زیبای خود را پیشکش تماشابینان، پیشکش هواداران هم فرهنگ و هم صنعت و هم صناعت و هم کشاورزی تاجیکستان میکنند. من با این یک چهاربینی که خیلی موفقانه گذشت و بسیار هم از لحاظ اشیاءهای نادری که در اینجا پیشنهاد کردم خیلی خرسند هستم، خوشنود هستم و در مقایسه با آن چیزی که از این پیشتر دیدم خیلی متفاوت است و بسیار دلخوش کننده است و مخصوصا در سر کلاهی که در شهر گلاب اینا با افتخار می اندازند و این یک نشانه نه تنها یک وقار بلکه غرور است، یک غرور تاجیکان، یک غرور ملی. مبارک باشد این چهاربینی برای تمام آنهایی که در این معرکه شرکت دارند. توی قهرمان تاجیکستان متناسبین عین خدا رحمتش رضایت میده که دست مکان گردنده شما امیدوار رب العالمین پروردگار در دولت ما دائما صلح و آبادی باشد و سرور دولت ما محترم مسئول و وحدت ملی پیشوی ملت پرزیدنت مملکت محترم امیر رحمان دائما صحت و سلامت باشند و چیزی که دولت ما ترقی کرده است دائما ترقی کنه و در عرصه بین‌المللی اگر دولت‌های پیشرفته جهان بدل گردد. آمین. به رب العالمین برحمت